کودک به مادر خود سوال میکند، میگوید مادر جان، من میدانم جنت از آن تو است. جنت را برایت خداوند هدیه کرده است. ولی یک چیز را نمیدانم که لحظه ای که برایت خداوند هدیه کرد، تو جنت را گرفتی و زیر قدومت گذاشتی. جنت خداوند را تو نمیتوانستی که روی دستانت گیری. میدانید عزیزان مادر در جواب چی میگوید؟ میگوید فرزند عزیزم، لحظه ای که خداوند برایم جنت را هدیه کرد، همراه جنت تو را هم برایم هدیه کرد. تو را روی دست گرفتم، جنت را زیر قدم گذاشتم، به خاطر آنی که تو را با آغوش گیرم، تو را با وایه رسانم و در دم پیریم محتاج عصای چوبین نباشم، عصای دستانم باشی. عزیزان، بزرگی مادر در همین است. حتی فرزند را از جنت بالا می‌دارد.